سلام، من آزادم. یه سعینوردی که 10 سال بیشتر از 10 ساله که سعینوردی میکنه و عاشق این رشته است. توی حوزه‌های دیگه فعالیت داشته، مثل یخنوردی، کوهنوردی، دره‌نوردی، دوچرخه کوهستان و هر کار هیجان انگیز و باحالی که فکرشو بکنی. امروز میخوام ببرمتون سعینوردی توی یکی از اصلی ترین سالن‌های اصفهان و این ولاگ روزانه منه. میخوام شما رو با خودم همراه کنم. خیلی خوشحال میشم که همراه من باشین و ببینیم چه خبره. خب اول از همه اینکه سالن سعینوردی اصفهان، یعنی اصلی ترین سالن اصفهان، توی خیابون محمد طاهره، سمت پل چمران، یعنی میشه شمال اصفهان. اگر که آدرس دقیقش رو میخواین روی مپ بزنید سالن شهید حریری واسهتون میاره. باید بگم که خب خیلی سالن‌های سعینوردی دیگه تو اصفهان هست، مخصوصا کلوب خیلی زیاد هست، ولی خب بزرگترین سالن اصفهان همونجاست دیگه. سالن دیگر بخوام نام ببرم، سالن قزلباش توی خیابون توحید هست، سالن جم هست که اونم شمال اصفهان و یک کلوب خصوصیه، کلوب مجستیک هست، خیابون سمت پل قدیره، خیابون بازارچه و دیگه براتون بگم که آره اینا بهترین سالن‌های اصفهانن. و خب یه دونه سالن خیلی خفنم هست توی شاهین شهر که به شخصه اگر شاهین شهر بودم قطعا اونجا تمرین می‌کردم، سالن آروان که مربی خیلی خفنی هم داره، قهرمان آسیاست و توی اگر خواستید توی اصفهان سعینوردی کنید از اینجا استفاده کنید. در ادامه راه سالن چمران رو بهتون نشون میدم یا همون سالن شهید حریری، پس همراه باشید. اینم سردر باشگاهه، بریم داخل. خب اینم از فضای سالن، دیواره بولدر داره، دیواره لید داره که عموم شیبه، این طرف هم مال یخنوردی اصفهان آیس کلایمبینگ. خب چیزایی که واسه سعینوردی نیازمونه، یه دونه کیسه پودر خیلی گوگولیه که توش پودر سعینوردیه که میتونین از فروشگاه‌های کوهنوردی بخرید، همه جا داره. اینا کفش‌های سعینوردی مونه. بله دوستان اینا کفش‌های سعینوردی مونه که خیلی هم از پامون کوچولوتره، همیشه هم انقدر کثیف نیستن، ولی خب الان خیلی کثیفن. خیلی خب اینم منم که میخوام برم صعود کنم. سعینوردی به طور کلی 3 تا گرایش داره: صعود سرطناب، صعود بولدر و صعود سرعت. این یکی اسمش صعود سرطنابه که با طناب انجام میشه. اون چیزی که پای منه و نارنجی رنگه اسمش هارنسه. طناب رو به من و دیواره وصل میکنه تا وقتی که توی ارتفاع قرار میگیرم زمین نخورم. در ادامه میتونید صعود من رو ببینید که یه صعود نسبتاً ساده است، فقط میخواستم شما ببینیدش. خب این یکی هم دیواره بولدرمونه، ارتفاعش نهایتاً 3 متره و توی این فیلم من دارم بدون استفاده از پاهام صعود بارفیکسی انجام میدم. اینی که میبینید اسمش سیمولاتوره. ما روی اینا بارفیکس میزنیم، آویزون میشیم و بدنسازی میزنیم. اینم یه مدلشه، اینم یه مدل دیگهش. و در نهایت کار امروزمون رو با چند تا دونه بارفیکس روی گیره‌های ناخنی تمام میکنیم.